برای چی نوره کردم؟ برای که میدونم که 90% برادرانی که مرا تماشا میکنن مردم قشلاقند، مردم دادونی گاو مول انم خر عذاب زندگی کلان جگن. وقتی که هر یک لحظه ای گاو میبینن، هر یک لحظه ای زمین ای قشلاق هم میبینن، باوری کامل دارم که همون روزهای گذشته پیش روشون میاد. با همین خاطر ما همین چیزا بعد پدر خوب کردن این خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. اوشی و شگید میورم. دوستان عزیز اینا با چنگک موی قپیدیم. پس درانه پدوانی هم اینا موی را ششلیک میکنیم. پس میبینه که چخیل میاد چخیل نمیاد. دوستان عزیز گو بزا اینا بگردم پیش بده گیره اینا بدا بدا بچه جون. اینا دوستان عزیز مایداکی رحیم پروداکشن. دوستان عزیز همه کی رنگی من هم خیلی ده مردگی کرده گیریم خیلی پدوانی. اینا نگاه کنید دوستان عزیز. خوردن این گوه را میبینی راحت میکنی. باور کلی زفتر کردگی نیستیم. نگاه پدر مادر دارن دو شب بگیرن که از همه چیز برای انسان موتیواسیون بلند میته. دعای پدر مادر، خوشبختی پدر مادر. بسیاریاش برکت در زنده بودنش ممکن در نکنیم. بعدی که به خاک رفت الکای برکت از جانب الله به هر یک شما میاد. ایاتو نبرونیم برادران عزیز. مرکز خدمترسانی زیارت شاپ همه روزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبویی‌ها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم هر یک شما تنسیت و خانواده هستین. امروز روز نوبت پودا در سر زمین اومدگیم. یک روز ما در قشلاقی نگاه کنید. همین نوبت ما یک 25 تا گاو مونده. انا اینجا اومدیم گاو چرونی. اینا دوستان عزیز باز همشه ایشون میتونم که چخیل میگذره این روزی ما برادر جونا همه کسایی نبینه. اینا انا ای برادر جونا ما پخته های پخته انا اینجا اینا گاو مولای ما چریده ایسان. اینا یک روز ما همه خیلی میگذره. اینا پخته در درونش اینا چیندیانش اینا پخته کوکا همیشه ده. کسایی که اگر دوستان عزیز نوبت پودا را شاید اگه کس نفهمه نوبت پودا همیشه که یک روز میای ای سر تو بگه گوه نمی نفرایی که همه کسا نوبت میرن همیشه را نگاه بین بکنی. بعد عبید همیشه عبید تشکیل میکنن. عبید در همیشه میخری هش در پدری عقل در رحمت. بعد که عبید کردی تا بگه را میچارنی بگه میگیری میره ایشون. بعد برای این برادر جنو از همه ایشون میتون با صبر تماشا کنید. در حق من دعاگو باشین دوستان عزیز. همه یک چیز در حیات فهمیدم که برای انسان کی بودن و چی بودنش مهم نیست برادر جنو. برای که هم پستیش دیدیم هم بلندیش دیدیم. همه حالات انسان یک انسان های. به همین خاطر همه وقت کار کنه که خاکسار باشین و خاکسار بیمونه که این دنیا دو روزه میگن که قالین از صد رنگیش زیر پا افتاده است. برای همین قدر شاید که بعضی کارهای خوب مون باشه شاید بعضی کارهای خیر مون باشه که برادرها در حق من دعاگو هستن. کسانی که صدقان دعاگو هستن ان شاء الله ما هم در حقشون دعاگو هستیم. هر یک چیزی که میکنیم برای خوشحالی شما میکنیم برادران عزیز که در غریبی دیدیم عذاب چخیلی در اینجا هم هر یک چی نباشه یک انمی کف خاک وطن میبینی به هر حال خیلی خرسند میشه. انا برادران قند ما این طرف مردم فرخار زمین میدونه که جای نرو پروی ما اینجا ماتروس. بعد همین خیلی میگردیم حین اینجا میروه خیجا پیش مزار مردم ماتروس بود. اینجا را شهید میگن خیلی خداوند مردگانشون طریق رحمت شویسته جنت چون کنه. انا ایسی کلیمارکس میشه این رایی که بالشویک ماتروس قرقچی چورگلا با کلیمارکس پیوست میکنم خیلی میروه رایون فرخور. ایسو باشه پشت اینا مسکوچا انمو تپایی که انمو کهچایی که میبینین مزار ما در همجای خداوند همشون شویسته جنت کنه.
این خیل میگرده اینجا بول شوه که اینا که پشت ده ایجاش دهانی اوی تویر هم منم خیل برادران خند انا اینجا فرخور زمین جای مکانی که من زندگی میکنم اینا انا برادران قندم امروز ما دو کس پادوانیم شخصا بنده یک تشمه یک تا دیگه اینا دو درچه عزیزمو ابوبکر جان ابوبکر جان یک پات پیشکی اومده سلام علیک میکنی بله همه تینجا دیگه کارا خوبن بشختون سوزه شکرانه خدای نقطی ابوبکر جان میم دو درچه که امروز در خدمت ما تا بگر رقتی ما میسه و گو مول میچرونیم ولی بله با عبید کنی همه را برای شما سیون کم بکنیم یک روز هم باشه در وطن شما مردم غریب بینه شاید که این روزا در سر هر یک شما باشه همین خیلی لحظه‌ای باشه که یادآوری ماندگی باشه ان شاء الله باوری دارم که خاطرهایی هست که در سر شما و در نقش شما ماندگی که خیلی خرسند میشین همین محیط بینین در شب تماشا میکنیم دوستان عزیز همه کی رنگی من هم خیلی ده مردگی کرده گیریم خیلی پدوانی نه نگاه کنید دوستان عزیز خوردن این گوه را میبینی راحت میکنی باور کلی زفتر کردگی نیستیم نگاه کن چقدر شیرین میخورم این اینجا دا این مول گوه چریده ایسان ما خودمون سویگی نمی درخت دا یوم با کردم اون ناز شاگرد می اینجا چریده ایسان گوه اینی رای نه دوشنبه ماشین رفته ایسان این رای دوشنبه دوستان عزیز یک چیز بس همه شما برسونم من تو صنف 11 من در انم قشلاق کلانجدگی منم خیلی دور نگاه مودم من فقط کارم گوسپانچرانی بود ای درس میومم 10 12 گوسپند داشتم عبید میکردم میگرفتم میرفتم چراندنش به خدا قسم من خیال میکردم که در دوشنبه درخت نیست من آرزو میکردم دوشنبه رفتن برای که نبود یگان نفر نزدیک ما در دوشنبه که مثال مرا هر سه ماه تماشا برام خیلی بعد ما برام بعد صنف 11 رفتم همه عذاب دیدم همه چیز با دستگیری برادر عزیزم و کجون عزیزم که دستگیری کرد همه چیز رفتم بعد دیدم دوستان عزیز برای همون ما فکر میکنم که برادران شهر همه خوب و بهتر نه که بسیار کدرای بقوا در کجا میبرن ای قشلاقا ای دیاری کوهسارا برای که عذاب کشیدگان درد کشیدگان میبرن میخونن یا آدمایی که در زندگی پرابلم دارن با همین خاطر دوستان عزیز تو همین روز ما چیزی شدگیم ای زحمت پدر و مادر ای نمی قشلاق ای نمی چیزی که مرا آدم کردگی من در مولچارنی میرفتم خودم به خودم فکر میکردم که باید ما چیکار کنم دوستان عزیز نه که الحمدلله امروز ما اول الله مهربان دارم دیم شما برادران عزیز پادپیشکان گرامی که هر روز تسلی دل میکنین دستگیری میکنین هزار رحمت ما از همت میندارم امروز هم کم میام باشه نوار به هر یک شما کردم که شاید که انمی خاک وطن بوی وطن انمی یادهایی که در وطن داشتین وقتی که نوار ما را تماشا میکنین دوباره با روحیه شما را زنده کنه شما را دوباره بیدار کنه و یاد وطن و با انشالله کسانی در ملک غریبین دعا میکنیم یگانه چیز که اولا ساق سلامت به نزد پدر و مادر بیاین دیم کسانی که پدر و مادر ندارن خداوند پدر و مادراتون را شایسته جنت طریق رحمت کنه انشالله باوری کامل دارم کسانی که پدر و مادر دارن دعا شب بگیرن که از همه چیز برای انسان موتیواسیون بلند میته دعای پدر و مادر خوشبختی پدر و مادر بسیاریاش برکت در زنده بودنش ممکن درک نکنیم بعد که به خاک رفت الکه برکت از جانب الله به هر یک شما میاد ایاتو نبرونیم برادران عزیز از همه شما فقط خواهش میکنم در حقم دعاگو باشین برادر جانا همه تا دوست میدارم باز با عبیت تشکیل میکنن بو میبینیم که ما چی میخریم عبیده دوستان عزیز ما نه خیلی های شون میکنیم اوتی شون میبریم شون اینا انا خیلی شوگر قطی های میکنیم راست اوتی گورا انا خیلی ده مردگری دیدین دوستان عزیز اینا شکرانه الله اومده پدوانی گورا انا اینجا دقیقاً 10 minut میچرویم بعد میخمونیم اوتی برای چی نورا کردم برای که میدونم که 90% برادرانی که مرا تماشا میکنن مردم قشلاق هستند مردم دادونی گو مول انا خر عذاب زندگی کلان جگن وقتی که هر یک لحظه ای گو میبینن هر یک لحظه ای زمین ای قشلاق هم میبینن باوری کامل دارم که همون روزهای گذشته پیش شروع شد با همین خاطر ما همین چیزا کردیم این طرف ماتروس بالشویک کالیمارکس مسکوچا چورگل قرقچی سامونچی همه جای تاجیکستان باور که در همینجا هست از همه سپاسگزار هستم درش تماشا میکنیم رفتیم انا دوستان عزیز بعد پدر خواب کردن این خیلی بسم الله الرحمن الرحیم
اوشی و شگید میورم روز میخریم اگه همه شما دایشونتیم شاید یک خیلی همه میتونه اوشه بکنه در وطن هم در غریبی هم در همه جا بخرینه شاگر بیام مقصد کسی که هم خیلی نباید پدو مداگی باشم میدونه که خیلی حالتو چی خیلی همون در روز خوبترین بهترین همیه خودش یک توریسم یک سیاحت میشه سیاحت در فرخار مرحمت باش توی چی گفتن این شاگرد؟ آش چی خلای؟ آش سوزه اول نخورده کو؟ سون عزیز اینا با چنگک موی قپیدیم خوز درانه پدوانی هم اینا موی را ششلیک میکنیم خوز میبینه که چی خیل میاد چی خیل نمیاد دوستان عزیز اینا قزیقیشان هم میاد در پدوانی گفتای مردک چوه بیو بسم الله الرحمن الرحیم انا دوستان عزیز اینا سه مویی های باز اینا لخچه کمر علوی توجیکی قطعی میکنیمش میبینید در سه چی خیلی هیزم نیست در فرخوروخ اینا نگاه کن اکی قرطو میاری باز میبینیم میپزه یا نه ما نیهو باب گو ایرا بزن یا بزا گوه بزا ایرا بگردم پیش بده گیره ایرا بدا بچه جون اینا دوستان عزیز مایداکی رحیم پروداکشن های که عجیب گو انا ملادس انا دیدی بیا و شمانم تا بخمباره نه خوردن میروان ولی اوجا دک شدی ده آخری های که بابا گو بچه بگو